10 قسم زن را به همراهش ازدواج نکنین که بدبخت میشه. علما میگن زنی که خودخواه باشه متکبر، من این هستم، من تو کردم، تو نکردی، در خانه پدرم تو بودم، اینجا چه رقم شدم، تو را کی میگرفت، من بودم که تو را گرفتم، 100 تا خواستگار داشتم. اینو میگن دختر خودخواه. وقتی به خانه شوهر آمدی دیگه همه چیزت باید شوهر باشه. به شوهر خدا نشان دادن، به شوهر خدا پنداندن که من ای بودم او بودم، این ارزشت بالا نمیبره، خیلی ارزش زنان را میاره پایین. چون فطرت مرد امی است که نمیخواد کسی از او بالاتر بشه، زنش از او بالاتر باشه. همه قسم ساخته شدن سیستم زن که زن یک رده و یک درجه پایینتر از مرد قرار داشته باشه. زن است دیگه. چون خیلی کارهای شاقه به دوش مردا هست. هر کسی مسئولیتش بیشتر است، مزدش بیشتر است. زن خودخواه زندگی را برهم میزنه.